محترم جنابی عالی، من میدانم که همه این روشن فکری و انسان دوستیتان از کجا سرچشمه میگیرد. شما فرزندی فرزانه مادر بزرگی هستید و این است که قدر و قیمت انسان و مادر را میدانید. هزاران تشکر پیشوای معظم ملت. سلامت باشید. سلامت باشید. جناب عالی، امروز تاجیکستان با شرافت اقدام‌های بشردوستانه شما در عرصه جهانی همچون کشور تشبثکار فعال سیاست بشردوستانه جهانی معرفی گردیده است. پیشنهاد نوبتی شما در سازمان ملل متحد وابسته به قبول قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده تاجیکستان را در سرخط خبری واسطه اخبار عامه جهانی جای داده است. همچنین پیشنهاد شما وابسته به قبول قطعنامه دایر به نقشه ذهن صنعی برای فراهم آوردن امکانیت‌های نو جهت رسیدن به هدف‌های رشدی استوار در آسیای مرکزی از سیاست دوراندیشانه و خردمندانه تان دلالت می‌دهد. باعث افتخار است که تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی از اولین هاست که آزمایشگاه ذهن صنعی را تأسیس داد و یک گروه جوانان لیاقتمند با دستگیری شما پیشوای معظم ملت نرم افزارهای ساخته خود را در زمینه ذهن صنعی و کشورهای ترقی کرده صادرات می‌کنند. جناب عالی، من هم در تکیه به همین سیاستی با عدالت شما فکر کردم که آینده برنامه ساز شوم و بعد ختم مکتب تحصیل را در یگان دانشگاه با نفوذ خارجی یا وطنی ادامه دهم. مخصوصا میخواهم متخصص ساحه ذهن صنعی شوم و آرزو دارم که همچون متخصص خوبی ساحه ذهن صنعی در پیشرفت کشورم تاجیکستان عزیزم بهترین حصه را گذارم. جناب عالی، در انتها برای همه آن خدمت‌های بی‌نظیرتان جهت فراهم آوردن همگونه شرایط و امکانات برای آینده نیک ما نورسان و جوانان بار دیگر منتداری صمیمی خویش را میرسانم. خوش آمدید سرور معارف پرور و علم دوست تاجیکان به اشکاشیم. سلام باشید. اشکاشیم ای دریچه گردون، مامی زبان و مرزی تمدن، آبی شفای و گنج همایون، دیوار لالچینی بدخشان. احسن.